ما مردم در دوره‌ای الان داریم زندگی میکنیم که خواهان حقوق بشریم، خواهان به رسمیت شناختن حقوق فردی هستیم، برای خودمون حق انتخاب قائلیم. چرا باید با اعطای یک قدرت مادام العمر به یک فرد، به یک خانواده و به یک خاندان حق انتخاب رو برای همیشه از خودمون و از آیندگانمون سلب بکنیم؟ اگه نسل بعدی اومدن و گفتن که چرا شما این کار رو کردید، ما نمیخوایم مثلا این حکومت فردی رو، چه بهش خواهیم گفت؟ اگر که سال 57 مردم نهاد سلطنت رو کنار گذاشتن و از اون چاه افتادن تو چاه بعدی، یعنی باز هم نهاد روحانیت، و حالا میخوان اونو کنار بذارن، آیا ما نباید از این تجربه ها درس بگیریم؟ خب به نظر من مردم به خاطر اینکه به استیصال رسیدن، مردم به خاطر عملکرد بسیار ناگوار و ناهنجار جمهوری اسلامی دنبال یک مفری میگردن، دنبال یک راه نجات میگردن و خب سرمایه گذاری زیادی شده روی آقای پهلوی از لحاظ تبلیغاتی و غیره که خب ایشون به یک آلترناتیو و بدیل تبدیل بشه و خب حالا خیلی ها هم تصورشون اینه که میشه به این ترتیب از جمهوری اسلامی گذر کرد. اما خب کسانی که نظام پادشاهی رو و نظام مناسبی برای آینده ایران نمیدونن، خب نمیتونن کنار این جریان بایستن. کسانی که خواهان استقلال ایرانن و نمیخوان که یک حکومت به وسیله قدرت‌های خارجی بر مردم ایران تحمیل بشه، نمیتونن کنار این جریان بایستن. این جریان خب این متاسفانه این مشکلات رو داره. من میدونم ممکنه از این حرفای من هم این افراد ناراحت بشن، اما ما به فکر ایران و نجات ایران هستیم. به نظر من ما هممون سرمایه هامون رو باید صرف ایران بکنیم، نه اشخاص. خب اگر اشخاصی به آقای پهلوی علاقه دارن، خب در آینده وقتی که نظامی برای ایران به قد و قواره ایران، برای دموکراسی و آزادی در ایران به وسیله اندیشمندان و نخبگان این کشور ترسیم شد، تعیین شد، هر کسی بیاد انتخاب بشه توسط مردم برای یک مدت موقتی اداره کشور رو به دست بگیره، ولو آقای پهلوی باشه، دیگران باشن، به انتخاب ملت، خب این اشکالی نداره. ولی این که به خاطر علاقه به یک شخص یا به یک خانواده ما بیاییم یک نظام سیاسی برای ایران تعریف بکنیم که ممکنه آیندگان به هر حال باز هم مخالفت بکنن و ایراد بگیرن و اونا به درد سر بیفتن، من این رو مناسب نمیدونم. من همیشه این جمله رو میگم که ما باید ساختار سیاسی آینده ایران رو به قد و قواره این کشور ببریم و بدوزیم، نه به قد و قواره یک شخص و فرد. خانم بسمله اجازه بدین من برم جای در واقع در موضع طرفداران ایشون پرسشی که فکر میکنم ممکنه در پاسخ و در مواجهه با این پاسخ شما بدن بپرسم ازتون. میتونن بهتون بگن که خب ایشون میگه من رهبری دوران گذار رو بر عهده میگیرم و بعد انتخابات، و یا میتونن بهتون بگن که خب ایشون در پی شاه شدن نیست و خودش گفته انتخابات برگزار شه. این رو چطور تحلیل میکنین شما؟ خب ولی طرفداران ایشون جلوی خود ایشون رو شاه خطاب میکنن، دائما دارن میگن جاوید شاه.
دائما دارن ایشون رو رضا شاه خطاب میکنن. آیا ایشون نمیتونه بگه که نه، من نمیخوام شاه باشم، من نظام پادشاهی رو برای ایران مناسب نمیدونم؟ تو دفترچه خود ایشون سندی که داده انتخاب رو برای مردم در آینده میون دو چیز قرار داده: نظام پادشاهی و جمهوری. یعنی از پیش پادشاهی رو به عنوان یک انتخاب گذاشتن. خب میگن من یه سوال دارم اصلا از طرفداران ایشون، از همه طرفدارانشون، چه اونایی که مثلا مشروطه خواهن چه غیر مشروطه خواه. اگر آقای رضا پهلوی امروز نبود، یعنی از خاندان پهلوی به هر حال امروز کسی که بتونه این جایگاه رو داشته باشه نبود، باز همینا می آمدن بگن که ما پادشاهی خواهیم؟ آیا باز دنبال این بودن که نظام پادشاهی رو در ایران دوباره مستقر بکنن؟ و آیا اساساً این منطقیه وقتی که یک ملتی نظام پادشاهی رو برداشته ما بیایم دوباره بذاریم و بگیم که ما میخوایم اصلا قدرت مادام العمر رو بدیم به یه فرد؟ این اصلا از نظر من منطقی نیست ما حق انتخاب رو از خودمون سلب بکنیم. خب ایشون هم خب اگر ایران رو دوست دارن، دموکراسی رو دوست دارن، خب بیان بگن که اگر در این حرف که میگن من نمیخوام شاه بشم، من حتی نمیخوام رئیس جمهور بشم، من دنبال قدرت نیستم، ایشون به طرفدارانشون بگن منو شاه خطاب نکنید، ایران از نظام پادشاهی و شاهنشاهی عبور کرده، ما نمیخوایم دوباره نظام شاهنشاهی به ایران برگردونیم. علاقه‌مندان شخص ایشون، ببینید اگه به شخص ایشون علاقه دارن، مثل خیلی ها که به دیگران علاقه دارن، در آینده ایشون میتونه بیاد یه دوره دو دوره بشه رئیس جمهور اگر رأی اکثریت رو آورد. و الا خب چه معنی داره که به خاطر علاقه‌مندی به یک فرد ما بیایم یک نظام پادشاهی برای ایران تعریف بکنیم دوباره؟ از کجا معلوم که بعداً جانشینان ایشون هم مورد علاقه مردم باشن؟ و اصلا از کجا معلوم که مردم وقتی که قدرت رو به ایشان سپردند از نحوه مدیریت و سیاست ورزی ایشون راضی باشن؟ چرا باید بدون آزمون ما قدرت رو به کسی بدیم؟ ما از این اشتباهات در تاریخمون داشتیم و هزینه هاشم تا الان دادیم. چرا نباید از اشتباهات گذشتمون درس بگیریم؟ خانم اسمقی اجازه این سوالا رو اینطور پیش ببریم، اینکه شما خودتون فکر میکنین با این تحلیلی که از موقعیت فعلی دارین، با این شناختی که از وضعیت ایران، جامعه ایران و ساختار سیاسی ایران دارین، فکر میکنین بهترین اتفاقی که برای ایران میتونه بیفته چی هست؟ یا رویاتون در واقع برای نجات ایران که ازش صحبت میکنین چی هست؟ ببینید بهترین اتفاق، من بارها هم گفتم، عذر میخوام اگر باز تکرار میکنم، این هست که ما قدم در روشنایی برداریم. یعنی فشار جامعه مدنی و سیاسی این باشه که حاکمان کنار برن و راه باز بشه برای اینکه ما بدون درگیری و جنگ و خشونت بتونیم انتخاباتی برگزار بکنیم، مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، نمایندگان واقعی مردم بیان اونجا بشینن درباره آینده ایران علنی بحث بکنن، از همه جریان‌های فکری کنار هم، نه اینکه پیشا پیش کسانی تصمیم بگیرن و یا قدرت‌های خارجی بخوان برای ما تصمیم بگیرن. خب اینها
نگران کننده است برای من و برای خیلی های دیگه. ایدئال من اینه که چنین اتفاقی بیفته، هرچند که به نظرم این اتفاق احتمالش بسیار کمه که بیفته. اصلا فکر می‌کنید این کناره‌گیریه، یعنی هر چقدر فشار جامعه مدنی باشه، اصلا حاکمیت این ساختار سیاسی به نظر میاد که نشون داده که کناره‌گیری نمی‌کنه، ولی اصلا فکر می‌کنید کناره‌گیری نمی‌کنه، ولی متاسفانه ما نتونستیم فشار کافی هم بیاریم. چطور؟ نه، فشار برای این هم کافی نبوده. افرادی که به هر حال من میدونم که افراد زیادی حتی در داخل حاکمیت الان به این نتیجه رسیدن که آقای خامنه‌ای و خیلی های دیگه مثل ایشون باید کنار برن، اما خب سر این مسئله نمی ایستن. به خاطر ایران، به خاطر نجات کشور و ملت نمیان به ایستن و این رو بگن. خب اگر یک عده بایستن اینو بگن، این خواست همه مردم میشه، خواست همه و همه توان این رو پیدا میکنن که این خواست رو بگن و این خواست تحقق پیدا بکنه. ببینید حکومت که خودش به تنهایی قدرت نداره، که قدرتش توسط افراد، توسط نیروهای نظامی و انتظامی است که به وجود میاد. در واقع اینها بازوان قدرت حاکمان هستند. خب اگر اینها بدونند که این مسیری که دارن میرن خطاست و ادامه بدن، خب این واقعا خسارت، من نمیخوام از لفظ خیانت حالا استفاده بکنم، خب این خسارت زدن به ملت و کشور، هرچند کشتن معترضان خیانت بزرگی که نیروها مرتکب شدن، سرکوبگران مرتکب شدن، این بخشودنی نیست. خب کشتن مردم معترض، مردمی که دارن میبینن وضعیت کشور بسیار ناهنجار و نامناسبه و خود نیروهای سرکوبگر هم میدونن و در این حال این مردمی رو که ایستادن میان و میکشن. خب این خیانت بزرگی است. و اونهایی هم که میدونن که بالاخره این حاکمان نمیتونن کشور رو اداره بکنن، نمیتونن مشکلات و بحرانها رو حل بکنن، اما همچنان کنار این حاکمان ایستادن و کناره‌گیری نمیکنن و به هر حال یک مقاومت مدنی رو به وجود نمیارن برای کناره‌گیری اینها. به نظرم اونها هم دارن راه خطایی رو میرن، راهی رو میرن که به کشور خسارت زیادی رو دارن وارد میکنن. ابزاری داریم یا راهکاری داریم که به اون ایدئالی که شما میگین با توجه به امروزی که درش ایستادیم بخوایم برسیم؟ ببینید ما ملت هستیم دیگه. ما که طرفی که من الان ایستادم طرف مردمه. ما نیروی نظامی نداریم و اصلا مخالف هم هستیم با مبارزه خشونت آمیز و مسلحانه. ابزار ما ابزارهای مدنی است، یعنی نیروهای مدنی، ملت باید این خواسته رو اعلام بکنه. هر خواسته ای رو که یک ملتی اعلام بکنه و پای اون بایسته و بر حکومت فشار بیاره، به نظر من میتونه محقق بکنه. خب این اندیشه میخواد و راهبری میخواد. افرادی باید برای ایجاد این مکانیزم ها فکر بکنن و به هر حال مبارزات مدنی هم رهبری میخواد دیگه. خب این رهبری رو به نظر من باید گروه ها و جریان های مختلف با هم دیگه تشکیل بدن.
یعنی یک جبهه رهبری باید شکل بگیره، یک جبهه فراگیر متشکل از جریانات گوناگونی که در کشور وجود داره باید شکل بگیره. اینها با هم هماندیشی بکنن و مبارزات مدنی رو پیش ببرن. نمیدونم ما فرصت این کارها رو داریم یا نداریم، چون به هر حال سرعت تحولات بسیار زیاده، اما ما برای به هر حال بقای ایران، برای حفاظت از جان مردم، فکر میکنم که همه نیروها تمام تلاششون رو باید بکنن. خب مردم تا الان رفتن، همه جوره رفتن، این رو ابراز کردن. اگر بحثمون بیان اون خواسته و مطالبه‌ای که مردم داشتن، از موضوع مسئله معیشتی و اقتصادی گرفته تا موضوع مطالبه محوری حقوق مثلا سر 401 با حقوق زنان در واقع آغاز شد و شکل گرفت، تا کنار رفتن این نظام و هزینه‌های هنگفتی دادن براش، هزاران نفر کشته شدن و بازداشت شدن، مجروح شدن و هیچ تغییری ایجاد نشده. یعنی حتی مسئله معیشت مردم حل نشده که بدتر هم شده حتی در این 1 ماه گذشته. خب این چطور میتونه، چی داره که دیگه بخواد انجام بده؟ نه، من به هر حال خواستم از مردم نیست. مردم تمام تلاش خودشون رو کردن، اما عرض کردم یک جبهه فراگیر رهبری لازم هست که شکل بگیره و خب این تحققش کار آسانی نیست. به هر حال الان سال هاست که جامعه داره به این فکر میکنه و به نظر من داره روز به روز به این سمت میره و شاید دور نباشه زمانی که چنین جبهه رهبری شکل بگیره. یعنی تنگناهایی که به وجود اومده و ضرورتش امروز بیش از هر زمان داره احساس میشه، نیروها رو به این سمت میبره که با هم متحد بشن و این جبهه رو تشکیل بدن. خب در چنان زمانی خب این جبهه میتونه راه حل هایی رو به مردم پیشنهاد بکنه، راه حل هایی که مدنی باشه، کم هزینه باشه، با حکومت گفتگو بکنه، به هر حال با 2 طرف حرف بزنه و راههایی رو برای اعتراض انتخاب بکنه که هزینهش کم باشه، فایدهش زیاد باشه و به این ترتیب فشار کافی بر حکومت وارد بشه که بتونه یعنی خواسته های مردم رو بپذیره. خب تا زمانی که چنین جبهه فراگیر رهبری شکل نگرفته، بله ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. با اتحاد و مردم همینجور میان به خیابان و قتل عام میشن.